Firdavs bari dadaxon ovardan. Yo'qlaman joyimsa. Tati dadaxon megira chi? Ha? Qur'on ikromiyat qo'yibsiz. هنرنمای پهلوانان وزنی تا 60 کیلو سعید ابراهیم و امام علی نورعلی گلشاد زاده چی شد؟ خسرو شو پرتو پهلو اوه ناظرین شوید دیگر شما مرد باشید تشکر با ابوبکر یعقوبی با سعید مومن گران وزنهای گلیمی آخرین آفرین حرکت پهلوانان را خسرو مورد نظر و توجه قرار ده صورت افزای خیلی خوب است اطمینان در انطالیا برگزار می‌گردد سعید مومن رو هم خیر مقدم میگوییم حالا جهانگیر رو پهلوان مسجاهی بعد چند لحظه برای دریافت اشتور رقابت میکنم خسرو علموف کرامت الله حکیم و دو تن پهلوان محبوبی گیلمی مرکز احسن و تشکر با اینها هم دست شما درد را نبیند آفرین دون از دلیر
نفهمیدم آقا. مخدودین گیره چی؟ این بیزاله با. ها؟ ندارم. چی ندارم؟ ایوما داری میگم چی ندارم؟ ها؟ کی؟ شریف ندری و هر کسی که هنرنمایی کند جهانگیر از طرف دستی راستی داور استاد ورزش درجه بین المللی جهانگیر مجیدوف یک کپکوبی شما شریف پهلوان از ناحیه مسچه دیروز با شریف و با فردوس نسیموف در دنگره میدانداری خیلی خوب کرد خوش آمدید ابتدا خواست که صاحبیش کند شریف اون را همراهی کرد صلاح‌الدین نواربرداری درجه عالی منطقه ختلون به همین قوا آزمایی با چرخ بالت اعتبار دید تمام شو بله جای خودتون ما را خوب احساس کنید بله تشکر با شما فضل‌الدین باری ششمه که به میدان می آید چون این چهره ها امروز هم خیلی زیاد بودند ابوبکر و سعید مومن حالا هنرنماییشون نتیجه بخش نیست هرچند یک تلاشی دستی اخیر به هر دو برای کار رقابت ابوبکر و سعید مومن مساوی نتیجه بخش نتیجه دلخواه هر دو به دست آوردند از طرف دستی راستی داور ددخان قربان علی نماینده شهر ترسونزاده پهلوان شهرت یار و محبوب کلابشهر فردوس نسیم و فکر گران وزن میدان امروزه به هر دو بخت و برار به کلمی اول گذارید صلاح‌الدین شاگردی دیگر را وابسته کن که میدانداری فردوس و ددخان کن حالا هم چرخبال ها برای ثبت سطحی با شکوه میدانداری پهلوانان آمدن تشکر به نمایندگان وسایط اخبار عامه سپاس به داوران و همه شما مخلصان گرامی قدر که امروز ما را فعالانه همراهی کردید عید نوروز بین المللی بار دیگر مبارک باشد از همه دوران خواهش میکنیم که با دقت باشید متصدیان جفت‌ها را آماده کرده به اینجا بیارید
پرتوفتی فضلالدین عبداللهیف حلال من جنگیر به چسبه اینجا متر حالا در میدان باز یک چهره شناخته کشور شریف نظری مرحمت متصدیون آقای بلو فضلوی هر چی که شما رای میکنید معین کنید داوران اگر حرکت در داخلی که بخوری دادخان قربان علی و فردوس نسیموف در گلیم رقم 1 جریان دارد. در گلیم رقم 2 جهانگیر مجیدوف و پهلوان مسعودی شریف بیلو از ناحیه تیمور ملیک فرخ او چانسمه آقا مامن سودان برای نو حکومتی دوستان گرامی بیاید در یک جایگی برای شخصیت که چنین یک چرابینی خیلی هم زیبا نه هر یک شیرمرد میتواند که کبی هزاران و هزاران مخلصان را شد کند. ببینید که در این حالت هم اکای نصرت توانستند که همه ما را یک جا سازند. این هم یک سخاوت پیشگی، این هم یک جوانمردی، این هم یک وطن دوستی می باشد. خومه که بیا من خطیش میگیرم. مرحمت هسته یکم منه حق نظر پیش ما بین اردو منه حق نظر و شهری حساب خطاب کردن که میگیرن از 2 تا تلویزیون پلاس که استحصال ملازه دینه فرودگاه قرغنتپه در آوردن نرخشون هم به نهایت گران هستند. با هر دو وقت و اقبال همه رو داریم. آمین. بین حق نظر من همون بالاجان 2 گوسفند و 3 گوسفند. ببینید اینقدر سخاوت پیشگی رو باز کی میکند؟ پس ما باید چکار کنیم؟ بین همگان یک قرصک بزنیم. خب کرامت الله از ناحیه فرخار، محمد از ناحیه آوازدار رودکی با اینشان 1 تا ماشین جامعشویی که خودش پر میکنه لباس را خودش میشوه با همه بهتر سمینه که خودش میجفه و یک خفتان نوپذیر. خب برای دولت پهلوان از شهر کلوب عبدالقهار
از ناحیه عبدالرحمن جامی بنشون یک تلویزور یک دخوفکه هفتم به هر دو بخت و اقبال برامن رضاخان خطیب بیرداز هر کس نیچه های پرتافتی خوب بود لیکن تا آخیره نیست خویچه هم باسته دیوال مش بزن چپان زیاده رو نبود دیگه دیوال بزن چپان دیوال هم مش دوباره یا لحظه من کنیم همه گلیمو را من کنیم یار دیوان شاید و خوری بینی فردوس نسیموف و جودخان قربانعلیوف دوران مساوی Hoje tu foi. Bravo Ali. Amro Ali ko kini والیبیاد نصیبی جهانگیر مجیدوف ناحیه مؤمن‌آباد و او صاحب یک اشتری خیلی هم کاری کلام کرده مرحبا Subar Muminobo di janggal tam. کرامت‌الله حکیموف از ناحیه فرخار
این زورای کیلو بود دیگه جای خط برو این کشتی بگیه همین طریق غالبیت نصیب جمعه خان